سلام دوستان، بریم سراغ آموزش کامل گازگیری کولرهای پنجره‌ای. دوستان اینجا ما الان یه چند تا کولر داریم واسه گازگیری. اولین گام برای گازگیری کولر پنجره‌ای اینه که حالا نشتیشو به صورت چشمی بتونی پیدا کنی. یعنی مثلا جایی که چرب شده، الان اینجا روی لوله شارژ گاز خود شرکتیمون اینجا چرب بود، ما والف یا لوله شارژ زدیم واسه گازگیری. حالا بگذاریم جایی که چرب شده بود چشمی دیدی، احتمال 90% نشتی گازه. بالفرض مثلا اگه روی لوله ساکشن دستگاه اینجا چرب بود، از روی لوله ساکشن نشتی گاز داریم اگه چرب بود. حالا بگذاریم برای گام اول برای گازگیری کولرهای پنجره اینه که ما لوله شارژ نصب کنیم روی خط ساکشن یا مکش کمپرسورمون. خب ما لوله شارژر رو وصل کردیم روی دستگاه ها. حالا گام دوم چیه؟ از ازوت استفاده کنیم برای زدن فشار توی سیکل و پیدا کردن نشتی. حالا ما اینجا تقریبا 300 خورده با گیج منیفول فشار بالام ازوت زدیم یا نیتروژن داخل دستگاهمون برای پیدا کردن نشتی دستگاه. خب بگم که دو تا کولر، دوتاشون از جنرال 18000، دوتاشون از روی لوله شارژ شرکتیشون از این قسمت چرب بودن و ما حالا جوش دادیم، احتمال بالا دیگه نشتی پیدا نشه روشون که بخوام بهتون نشون بدم. فیلم بعدی واسه گام بعدی کامل بهتون میگم. یه نکته دیگه رو بگم، من موقعی که میخواستید از شیر شارژ استفاده کنید حتما اون سوزن والفتون رو در بیارید که موقع حرارت دادن سوزن آسیب نبینه و نشتی گاز نده. اینم از این. حالا گام بعدی رو من داخل یه ویدیوی دیگه براتون کامل توضیح میدم. دوستان گام بعدی گازگیری کولر پنجره. ما این دستگاه رو کامل که فشار زدیم داخلش نشتی نداشت، یعنی نشتی از همون لوله اتصال لوله شارژ گازمون بود، شارژ گاز شرکتیمون، اونجا جوش دادیم، وکیوم شارژ گاز تموم شد. الان گام بعدی که بهتون گفته بودم وکیوم، دستگاه وکیوم رو وصل کنید به گیج منیفولتون، وصل کنید از اون سمت دستگاه. تقریبا بعد از 10 دقیقه رو بعد از این که الان این دستگاه فکر کنم زیر وکیوم رفته، صدای وکیوم کامل پیداست. این نمیدونم توی مشخص نیست این دوده ها، این حرارت بخاری که ازش در میاد اگر تمام بشه یا خیلی کم بشه، دستگاهتون یکی از نشونهای وکیوم کامل دستگاه. الان گیج ما هم تقریبا داره به صفر نزدیک میشه، یعنی از زیر صفر داره به اون منفی که بعد دیگه خلأ کامل ایجاد بشه هم نزدیک میشه. وقتی وکیوم شد تموم، میریم سراغ گام بعدی که گازگیری دستگاه است. بعد از اینکه وکیوم کردیم دستگاه رو کامل تموم شد، خلأ کامل داخل سیکلمون ایجاد شد، میریم سراغ شارژ گاز. یعنی گیج منیفولمون از وکیوم در میاریم، مستقیم میزنیم به گاز، به صورت گاز نه به صورت مایع. گاز میدیم داخل کولر، یه مقدار حالا به حالت خاموش بهش بدید، بعد حالا خواستید به حالت روشن بهش بدید، هیچ فرقی نمیکنه. الان کولر روشنه، گاز هم داره اضافه میشه به دستگاه. از کجا بفهمیم گاز کامل پر شده؟ شما از روی این بغل الان ببینید لوله پخش کنه ما یخ زدن. وقتی این یخه بره گاز کامل میشه حدودی. تا بالا باید لوله سرد باشن. از روی بهترین روش از روی آمپرمتر، شما آمپرمتر الان من اونجاست، اون دستگاه رو آمپرش رو گرفتم اوکی بود، این دستگاه آمپرش رو میگرفتم بهتون نشون میدادم. تقریبا 9 آمپر تا 9.5 آمپر الان این دستگاه باید بکشه. وقتی آمپرش 9.5 شد دیگه مطمئن شد دیگه شارژ گاز کامل شده. به همین سادگی الان شما توی ویدیو تقریبا 5 دقیقه شارژ گاز کولرهای پنجره‌ای رو تقریبا تا حدود 80% یاد گرفتید. چند تا نکته بگم. محل اتصالاتون، حالا اون جایی که نشتی میده یا جایی که حالا میخواین والف یا لوله شارژ بزنید، حتما قبلش تمیز کنید که راحت جوش بخوره. و اینکه آمپر دستگاهتون رو حتما بگیرید. سعی کنید قبل از گازگیری حالا کندانسور و آپاراتور دستگاهتون تمیز باشه تا شارژ گاز و گیج آمپر به صورت دقیق و صحیح نشون داده بشه. ارادت، ممنون.